در این برنامه باشد نمیدونم از درد گویم یا که از غم گویم، نمیدونم بخندم، نمیدونم بگیریم، شادی کنم، اشک بریزم. واقعا نمیدونم، واقعا بعد از دیدن بعضی منظره های خیلی احمقانه و خیلی ابلهانه و خیلی تحقیرانه در حق یک ملت، دیگر به خلاصه میبینم که خدایا من بگیریم و یا که بخندم از این احوال، از این حالت، از این مصیبتی که داره بالای این ملت آمده است و چی مصیبتی برای این ملت آمده است و زاینده این همه مشکلات ها که از با خود سوال ها میتی که ولیاز خدا تاریخ ما بارها این قصه را میکنم که تاریخ تاجیک و تاجیکستانی وقتی ورق میزنی، خب یک حرفای خیلی کلیدی گفته شده است، خیلی یک حرفایی که با خطای زرین نوشته شده است، خیلی تعریفای درجه بالا کردن این ملت ها همچون یک ملت تاجدار و با فرهنگ و با اراده و با علم و دانش و خب دولتدار و سلاله‌دار و نمیدونم در قصر نشستگان و کسایی که در دربار کار میکردن و در دربار شعر و سرود و آهنگ میخوندن. یعنی طبیعی است که شعر یک شاعر مینویسه، یک کسی که فرهنگ داره، یک کسی که علم داره، طبیعی است که یک رمان و یک اثرهای تاریخی را یک آدمی نویسنده و یک دانشمند می نویسه. طبیعی است که هیچگاه یک راهرو به هیچگاه یک ورزشگری که متخصص ورزشش رو تمام نمیتونه یک کتاب تاریخ بنویسه، نمیتونه یک تاریخ این ملت معرفی بکنه. ولی در اصل وقتی چنگ میزنی داخل تاریخ، وقتی نظر میکنی، اندیشه های گوناگونی از درباره ملت تاجیک حرف میزنند. نه فقط خودی تاجیک و تاجیکستانی ها حرف میزنند، البته مورخان دیگر کشورها هم درباره این حرف زدن، سیاستمدارای روس هم حرف زدن، انگلیس هم حرف زدن و در عموم همچون یک بخارای شریف یک مرکز علم و دانش، سمرقند مرکز علم و دانش، تربیت کننده تاجیک و تاجیکستانی در اونجا ذکر می شود. ولی افسوس امروز بعد از این همه تعریف و بعد از این همه مشکلات هایی که ما و شما میبینیم و چنگ میزنیم داخل سیاست، داخل دولتدارای ما، داخل راهبرای ما، کسایی را میبینی که واقعا ابلهن، واقعا بدون شک، بدون تحقیر میگم واقعا ابلهن. هیچ یک مکتب سیاست نگذاشتن، مکتب دولتداری نگذاشتن، هیچ یک روز شاید کتاب در دست نگرفتن مطالعه کرده باشن، یک اثر را، یک رمان را، یک کتاب را، یک شعر را، یک سرود را شاید گوش نکرده باشن. واقعا بعد از دیدن این مصیبت هایی که میبینی، یک وزیر، یک رئیس، یک نماینده مردم، یک متخصص بلند میشود در روپروی دوربین آشکار در نزد جامعه شهروندی، در نزد روزنامه‌نگارا و بالاخره در نزد 10 میلیون اهالی تاجیکستان دروغ میگوید. این خیلی بدبختی و خیلی مصیبت است. این آن همون جنگ است که ما و شما میگن که شما جنگ میخواین. ببینین اصلا جنگ به معنی نیست که یک کس سلاح میگیره میبیاد جنگ میکنه میگه تمام جنگ شد. درست است که اون نفر سلاح میگیره آشکار میجنگه، جنگ است. خب جنگ های اطلاعاتی هست، جنگ های دینی هست، جنگ های فرهنگی هست، جنگ های اقتصادی هست، جنگ های سیاسی هست. حکومت رحمانوف با این همه کادرهای در داخل ناخنک، حرفه‌ای، باسواد، شاعر، عالم، دانشمند، نویسنده، فیلسوف در داخل البته همو ناخنک میگیریم دارد با مردم جنگ اعلان کردن. یعنی چی جنگ؟ یعنی چی؟ از بین بردن یک نسل، یک ملت و بدبخت کردن جامعه. هفته گذشته نشستیم مطبوعاتی سران وزیرها و رئیسها و نمیدونم راهبرای تموکروس و دیگر خب شهر و ناحیه و ولایت ها گذشت. در یک روز 13 نشستیم مطبوعاتی. واقعا انتخاب احمقی است و این هم سببش، اگر هر سببی که میخواین دروغ است، گریختن از نزد روزنامه‌نگاران، فرار کردن از سوال، فرار کردن از مسئولیت خود، چون اقرار شدن که شما یک جنایتکار هستین، نمیخواین در نزد دوربین از جنایتاتون دفاع بکنید. از این چیز دیگری نیست. هر مسائل را شما اگر انجام پیاده میکنین با بهانه پیش میارین، دروغ میگین. مسئله کووید پروبلم دارین، جشن استقلالیت با صدها نفر، هزارها نفر در میدان بزرگ جشن گرفتین، رقصیدین، بازی کردین، دروغ است. و دیگر این همه جشن‌هایی که شما در باغ و در سیر گل و لاله و دیگر جا دارین، این همه برای همه معلوم است که این چه جشن است. نه؟ یعنی کووید 19 مشکلی نداشته است، اما در نشست مطبوعاتی مشکلی کووید 19 بوده است
سببشم و نمیخواستن که در ترورها نفرها زیاد باشه و با همین یک نشست 13 نشست در یک روز. این گریختن از مسئولیت است. یک دوم، خب میریم بالای صحبت های رئیس ها و وزیرا. از معارف شروع میکنیم تا با نمیدونم امنیت و دیگراش. ببینید نشست مطبوعاتی وزیر معارف و علم برگزار میگردد. اگر ما چنگ زنیم به ساحه معارف، یکی از مهمترین ساحه در کشور به حساب می رود. بدون معارف علم نیست، دانش نیست، فرهنگ نیست، سیاست نیست، اقتصاد نیست، ترقیات نیست، زواد نیست، کارخانه نیست، فابریکه نیست، شرکت نیست، در عموم هیچ چیز نیست بدون معارف. واقعا و دنیای را اثبات میکنه که علم در هر یک کشور، اگر علم خوب است، جامعه سالم است، دانش و فرهنگ است، او ملت پیشرفته است، ترقی کرده است، اقتصادش، سیاستش، دولتداریش در درجه بالا است. اگر علم نیست، بحران اقتصادی است، ضعیفی است، نبودن متخصص است، کروپسی است، مرگ است، مصیبت یک ملت است. این چیزا تاریخ اثبات کرده است. در نشست مطبوعاتی وزیر معارف خوب گوش کنین، وزیر فرهنگ چیزا نمیتونه، وزیر معارف یکی از مهمترین ساحه‌هایی که فرزندان ما و شما زیر این وزارت میرن درس میگن، تعلیم میگیرن و ملت امید به او داره. 2022 2025 سالی رشد صناعت، 2022 سال 2030 سالی فلانی صناعت، سالی پیشروی، سالی ترقیات. خب معارف وقتی نظر میکنی اگر 2035 هم شوه که شما روتون سیاه کردین، نه اقتصاد رو پیش برده میتونین نه صناعت رو پیش برده میتونین. با این متخصصتون، با این کادرتون، با این روشن فکری که شما برده این وزیر موندین. یک روزنامه‌نگار در نشست مطبوعاتی برای این متهم سوال میکنه که متهم وزیر، خب اون امورهایی که در این سال ما و شما دیدیم که چقدر آموزگاران در یک سال از وطن فرار کردند و رفتند، نظر شما در این باره چی است؟ این متهم وزیر میگه که این یک پدیده است که همه ساله هست. تصور کنین در سیما یک وزیر فرار متخصص از وزارت معارف میگه این یک پدیده است که همه ساله هست. این ابله‌ها اقرار شده که همه ساله ده ها و صدها متخصص از وطن داره فرار میکنه. صدها نفر متخصص همه ساله از وطن فرار میکنه. این اثبات وزیر معارف است. این میگه یک پدیده است. تصور کنین کسایی که ما را میشنوین، شما ما را گناهکار با اون میکنین که شما جنگ میخواین. رحمانوف با انتخاب کردن این همه متهمهاش علاقه جنگ اعلان کرده است. در وزارتی که برای پیشروی دولت و ملت باید سهم گذاشته شود، باید که نمره یک باشه، باید در تاجیکستان بهترین متخصص باید راهبر باشه، باید کادرهای بهترین فرزندای ما و شما را درس بدن، همه فرار میکنه از تاجیکستان. این میگه که سال دیگه ما 13 یا 15 هزار آموزگار تمام میکنه میره معلم میشه. آی بسعود، آموزگاری که دیروز دانشگاه را ختم میکنه آیا اون میتونه برای متخصص بشه؟ در حالی که ما متخصصی تیار داریم، 10 ساله ها شد کار میکنن، درس میتن، تعلیم میتن. ما چرا باید سری راه این بدبختی را نگیریم که اونها را بخوابیم در جاهاشون؟ چرا ما باید این کارو نکنیم؟ چرا ما باید امید به سال دیگه باشه که تمام مکتب تمام بشه، دانشگاه تمام بشه، 5 سال میخوان، 4 سال بود میکنن، میران معلم میشه؟ همین از فهمشی تو، همین از فرهنگی تو، همین از دیدگاه و نظر یک راهبر، یک وزیر. اوی بلیاز خدا خسم، وقتی من میبینم یخمقا را آخر میگم شو که من تاجیک نیستم، که از تاجیکستان نیستم. این چی نبود راهبر از در سیما یک راهبر؟ اگر جامعه سالم، جامعه شهروندی ما سالم شد، بر وقت میبرامد استعفای یخمقا را میخواستن که اینا مصیبت ملت که هزارها کادر از وطن فرار داره. این یخمق میگن یک پدیده است. ایگال مشکل نداره، میگه رفتن میگیرن. متخصص از وطن فرار کرده. اوی بسواد
اوی وزیرای متهم کادر متخصص کسی که فرزند این ملت در درجه بالا تربیت میده از وطن فرار داره برای مبلغ درست نداره 2 سالی کووید 19 کرونا ویروس بهترین متخصص از وطن فرار کرد شما دیدین که اگر 5 سال یک مشکلات در وطن بیاد یک نفر در اون وطن نمیمونه خودتون بعد میخواین مردم شیطنت و فریب کرده میگردین هزارها تاجیک و تاجیکستانی کوچ میبنده فرار میکنه میره روسیه روسیه که بارها تابوت های ما و شما از اونجا برمیگردن مردم یعنی در این وطنی که شما بهشت میگینش و شما نمیدونم صلح و ثبات و امنیت و تنجی و آبادی میگینش این صلح و ثبات مردم میگذاره برای شما متهما میره مرگ قبول میکنه یعنی ببین که پس 2 تا راه هست 2 تا ظلم است یکی ظلم زیادتر یکی کمتر است مردم از همین 2 تا رویه یکی قبول میکنه مصیبتی که در روسیه یک تاجیک و تاجیکستانی داره ولی ما باز همون را قبول میکنیم فرزنده و اجداد رو میگیریم فرار میکنیم از وطن باباگی خودمون فرار میکنیم برای چی به خاطری که اینا میگن متهما وزیر و رئیس هستن صحبتی را گوش میکنیم هنوز در زمان شبابیان مردم وقتی خدمت کرد و تحصیل ادامه میدادن و بعدا بود حالتی که در وقت تحصیل از دانشگاه می بودن به خدمت رفته خدمت کرده می اومدن این یگان حالتی غیر طبیعی غیر فوق العاده این زمان شوروی است دیگه تو ول کو زمان دیگه اوی چه یک دانشجو از دانشگاه غیر قانونی است غیر قانونی است وزیر در اینجا داره غیر قانونی گپ زده است از وکالتش بیرون شده است جنایت کرده است مردکای خوب قانون اساسی کشور اجازه نمیده یک نفر دانشجو است از داخل دانشگاه او را دزدیده بر ابلاغ وکیل خدمت حربی اینجا وزیر الکی دست به جنایت زده است از تبلیغ جنایت کرده است یک وزیر جنایت کرده است و چه خیر اجازه میدیم باید در سطح وزیر بشینه من نمیفهمم سود و پروکرور و دیگر نهادها کجا را نگاه میکنن که این نفر خوب میگه این یک پدیده است دانشجو میاد 2 سال درس میخونه میره 2 سال دیگه خدمت میکنه با میاد 2 سال دیگه درس میخونه منطق در کجا است کجا را شما نگاه دارین از کدام کودکس و اسناد و قاعده گپ میزنین شما و من احتمال خواهش میکنم که از این فوجی هم نسازیم اون چیز نیست و اون نقشه قبولی در زینه ماگستراتور شما 2 تا از اقتصاد افتتاح کردیم خیلی که داوطلب نداشتیم امروز خوشبختانه همین چیز زیاد شده است یعنی این یک روند است این که 1 سال بیماری زیاد بشود 1 سال بیماری کم میشه 1 سال خواهشمندان زیاد میشن 1 سال خواهشمندان کم میشوند این گوناگون است من میدونید از اون تجربه باز میگم که هست سال ختمی است که در همون سال 5 تا 15 نفر بهترین بچه‌هایی که دانشجویی ختم میکنن دانشمند هستن ما نمیتونیم همشون فرا گیریم 1 سال دیگه میشود در ختممون اون شخصانی که خواهش داریم که ما قبول کنیم قوی پیدا نمیشن یعنی این یک پروسس است یا جریانی است که همیشه تغییر یابنده و همیشه چی است در مسئله ترک آموزگاران نمودن چیز خب من از تاکید کردن هستم که این یک چیز نو نیست این هم مسئله هست خیلی این سال همین کمتر نسبت این چیز صداها زیاد شد خب لیکن از مکتب رفتن با مکه قبول کردن یعنی این سخن از زبان لقمان خوش است میگه این نفر میگه که همه سالا ما متخصصمون از وطن فرار میکنن همه سالا تصور کن یا کارگر یک حکومت با طور رسمی در روی دوربین میگه اقرار میشه که همه سالا معلما متخصصا تعلیم دهنده نسل نورست از وطن فرار میکنن این دیگه خودش این همین جنگ است این میگن جنگ همین دینامیکا در ساحه ما همه سالا هست این پدیده نو نیست این چیزی نو نیست اصلا سبب عامل‌های از کار رفتن گوناگون هستند فوت است بیماری است مهاجرت است نفقه هست عوض نمودن جای زیست است یعنی عامل‌ها گوناگون هستند و ما همه سالا در آخر سال طلبات شهر و ناحیه و ما از تمام شهر و ناحیه و منطقه‌ها درخواست میکنیم و در اساس درخواست آنها ما به همین شهر و ناحیه و متخصصان رو میفرستیم و بعد یک چیز دیگه تاکید کردن هستم که همه سالا رشته‌های آموزگاری
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии коллеҷу муассисаҳои таҳсили олии касбиро аз буд зиёд хатм мекунанд. Яъне мо захираи хеле зиёди потенсиали хеле зиёди кадри дорем ки метавонем онҳоро мо ба кор фаро бигирем нисбат ба оне ки хоб аз кор рафтаанд. Масалан дар соли 2021-22 эҳтиёҷот ба кадри омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсили миёнаи умумӣ 2166 нафарро ташкил медоданд ва ба ҳолати имрӯза новасоӣ 1124 нафарро ташкил медиҳад ки мо аз ҳисоби он нафароне ки шӯъбаи ғоибона он нафароне ки шӯъбаҳои шаҳрномаро хатм карданд аз тақсимоти давлатӣ берун монданд мо онҳо даъват кардем ба ҷои кор таъмин намудем. шуморо ин хеле аст ки дар мо динамика аст меравам ба ҷояш мебиям ҳамин хел дар мо як динамикаи чӣ аст. хоб хок ту саро дар сари ҳамон динамика ина як вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ки ман дар боло гуфтам ки вобаста ба ин шоха ба ин самт кишвар тараққӣ мекунад пеш меравад. агар илм нест маориф нест дониш нест мутмаин бошем ки тараққиёт нест технология нест иқтисод нест. ин як равише аст ки дунёро исбот кардагааст.